آقا سلام. خیلی چاکرم. چه خبرها؟ خوبید؟ بچه ها امروز 23 نفر سابسکرایب داشتیم. بعد از 2 3 ساعت که نگاه کردم دیدم 32 نفرشون تا الان که ساعت 1 2 نیم 3 32 نفر شدیم. آقا من تک تک کسایی که سابسکرایب کردن دستاشون رو میبوسم. دمتون گرم، عشق منید. و اینکه اگر کسایی که جدید من نگاه میکنن اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. دمتون گرم. یه حمایت ریز از من بکنید. مرسی. بچه ها امروز رفتم شهرداری، واقعیتش برای دست فروشی که بهم جواز بده که کار کنم. رفتم تو دیدم که بابا اینا اصلا یه آدمایی هستن که اصلا نمیشه باشون صحبت کنی. وقتی هم باشون صحبت میکنی میزن خودشون میزنن به کوچه علی چپ. نه اینور اونور. من تازه بهشون گفتم آقا من پرونده‌مو آوردم، فلان کردم، بیسار کردم، کمکم کنید. اصلا انگار نه انگار. فایده نداشت. نمیدونم دیگه چیکار کنم. واقعیتش نه میتونم بیرون کار کنم، جسمم انقدر اصلا یاری نمیده. الان میکروفون رو به زور کردم داخل پیرنم که فقط صدا رو ضبط کنه. به خدا قسم اصلا نمیتونم میکروفون رو نگه دارم. بعد این دوربینا پامو گذاشتم پشتش که فقط نگه داره، همین. و اینکه نیومدم اینجا چست ناله کنم بهتون بگم که وا اینجوری و بدبختی این ور اون ور، نه. و اینکه آقا دمتون گرم 32 نفر شدیم. از این 32 نفر واقعا من همه این 32 نفر دوست دارم. دمتون گرم. و اینکه آقا یه خبری امروز شنیدم، واقعا داغون شدم. یه والیبالیست گنبد کاووسی بود به نام صابر کاظمی، بنده خدا فوت کرده.